ادامه برنامه‌های رادیوی فرهنگ. با افتخار 100 سالگی نویسنده خلقی تاجیکستان ساتیم اولوغزاده. السلام علیکم شنونده های ارجمند. با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی ارمن استاد ساتیم اولوغزاده فردوسی در قرائت عبدالرشید خواجه‌پور. گفتار 28. همان روز در نماز پیشین در مقصوره مسجد که آنجا مهمشاد به نماز شاه امامتی می نمود، او در این باره سخن به میان آورد. عادتاً بعد از نماز دویشان فرصتی از سری جای نماز نخیسته کمی از هر در صحبت می کردند. چنان که به اعلی حضرت گفته بودم شکایتش را سر کرد شیخ. ملیک الشعرا شاهنامه را خودشان به فقیر آورده بودند که ببینم مبادا ابیات خلاف دین داشته باشد. فقیر آنچه را که در داستانها خلاف دین دیدم به اعلی حضرت عرض داشت و به ملیک الشعرا هم معلوم کردم. ایشان به درستی ملاحظات فقیر شک آورده ایرادها گرفتند. به عقیده ایشان این فقیر در بدعت ابیاتی که به سمع همایونی رسانیده شد مبالغه کرده ام و حالان که شعرا ذاتاً توجهشان بیش از هر چیز به فصاحت اشعاری هم دیگر به تشبیهات و استعارات شاعرانه است. بناهن گاها به معانی باطنی اشعار ملاحظه نمی کنند و همچو ملیک الشعرا به کار علمای دین مداخله و به احکام شرعی مخالفت می ورزند. سلطان به ملیک الشعرا نظری نیک نداشتنی شیخ را می دانست. بنابراین به گفتار او چندان اهمیت نداد و همچنین دانست که عنصری نرم دل از ترس آن که مبادا فردوسی پیر به جزا و عقوبت گرفتار شود دلش بیقرار شده است. ولی با وجود این اعتماد سلطان به حکم شرعی شیخ کم نشد. او به امام و پیر خود اخلاص و اعتقادی تمام داشت. حق با شماست پیرم، از ملیک الشعرا نرنجید. می فرماییم که او دیگر به امور دینیه دخالت نکند. این را گفته سلطان سخن را کوتاه کرد و برخاست. عادتاً شاعرانی درباری تا خودی سلطان آنها را طلب نکند به نزدش نمی رفتند. ولی این بار عنصری خودش به دربار رفته به عرض رساند که مهمی پیش آمده است و او تمنا دارد سلطان به کرم خسروانه او را یک چند دقیقه در خلوت قبول نمایند. قبول یافت و پیش سلطان زمین بوسیده در اضطراب و هیجان گفت: شنیدم حضرت شیخ از شاهنامه فردوسی یک چند فقره را به معنی رافیزی و دهریگی تعبیر کردند، اما بنده معتقدم که در تعبیرشان مبالغه رفته است، زیرا در آن فقره ها اسلوبی بیان از خصوصیات کلام موزون و از تقاضای وزن و قافیه است، نه از اندیشه و شعور. جلوه های شعر و شاعری است و بس. بد مذهب است فردوسی. از کرسی برخاسته با آهنگی عتاب گفت سلطان: شیعی متعصب مذهبش را تبلیغ می کند، به سنت رخ نمی زند. قرمطیان و اسماعیلیان از شیعه بر می آیند. به هر حال شیخ بهتر می دانند. شما چرا به حکم ایشان مخالفت کردید؟ به امور دینیه مداخله نباید کرد. شاهنامه را ما پذیرفتیم، ولی هر آنچه از آن بوی بدعت می آید آن را فردوسی باید از کتابش بیرون کند. باز او قریب بود فرماید که هرچی از
مفاخرتی نژاد و نسب در شاهنامه است، شاعر آن را هم از کتابش بیرون کند، ولی خودداری کرد. شاه در این موضوع با هیچ کس سخن گفتن نمیخواست. پیرسگ زود از من شکایت کرده است. مهمشاد را در نظر داشته به دلش گفت عنصری. خودی همان روز وزیر میوندی هم به بارگاه آمده به سلطان داستانی سیاووش و خطی به اسفراینی فرستاده شاعر را نشان داد. شاه با حیرتی خشمالود گفت: رابطه با اسفراینی؟ این تحفه اش را به وی چگونه رسانده است؟ پنهانی به نزدش رفته با وی دیدار کرده است. دیدار؟ برای چی؟ به چی مقصد؟ میگوید برای حال پرسی و سپاسگزاری. در طوس او را با خواجه ملاقات واقع شده، خواجه به وی مهربانی کرده و شاید عطای هم بخشیده باشد. اکنون خواجه اگرچه مغضوب و خانه زندان هم باشد، فردوسی زیارتی او را لازم دانسته است. آیا نپرسیدی که اگر مقصودش فقط این بوده و سری دیگری در میان نبوده است، چرا به دیدن خواجه اجازت نپرسید و پنهانی رفت؟ ظاهراً می‌خواسته است که با وی دیدار کردنش مخفی ماند. چرا تفحص نکردی؟ آیا گمان نمی کنی که در پس زیارت مقصودی دیگری هم بوده است؟ گمان هست باز تفحص خواهد شد. هر دو در چی باره گفتگو کرده باشند نپرسیدی؟ اسفراینی البته از ما باید بدگویی کرده باشد. هر دو را بازپرس بکن، خواجه را استنطاق بکن. وی البته راست نخواهد گفت. شکنجه بکن تا بگوید. فرمان میبرم. باز عرضی دیگر هست. فردوسی به دیدار کردن با حسین قتیب اجازت خواست. شاه به وزیر با نظری تعجب نگریست، اما خواهشش پیش از آن بود که بداند که ما از دیدار کردن او با اسفراینی خبر داریم. دانست که خواهشش عجیب و بیجاست، عذر خواست. چی؟ مگر وی برای آن آمده است که با خائنان دولتی ما دیدار بکند با بهانه تقدیم شاهنامه؟ او را با قتیب چی مناسبت؟ قتیب آنگاه که حاکم طوس بود فردوسی را حمایت کرده به وی عطا بخشیده بوده است. سلطان اندیشمند شده خاموش ماند. وزیر وقتی برآمدنش در دمی در ایستاد و باز گفت: واقعاً فردوسی از شاهنامه داستانی به امیری کهستان بخشیده، راوی شاعر آن را برده، امیر برای شاعر 1000 دینار سیده و یک اسبی خوب فرستاده است. تحقیق. وزیر از دربار به دیوان خود برگشته به فردوسی کس فرستاد. شاعر آمد. مرحمت بنشینید. میوندی این بار خوشمعامله بود. ما می خواستیم درباره ملاقات شما با اسفراینی یک دو چیزی دیگر بپرسیم. گفتگوی شما با وی از چی بود؟ او به شما چی ها گفت؟ فردوسی مدعای پرسنده را فهمید. وزیر برای آنکه رقیب خود را مستحق جزای سختری گردانده تواند دلیل و حجتی تازه می جوید. صحبت ما با خواجه خیلی کوتاه بود، جواب داد او. گفت و شنید بعد از احوال پرسی عرفی بیشتر درباره شاهنامه بود. ایشان داستانی سیاووش را خواندند، از حقیقتی بعضی نکته ها سوال کردند. بنده جواب گفتم.
از چگونگی فکر و ملاحظه شعرا و فضلا درباره شاهنامه جویا شدند و همچنین پرسیدند که آیا کتاب از نظر مبارکی همایونی گذشته باشد و اگر گذشته باشد آن را پسندیده باشند یا نه؟ شما چی جواب دادید؟ گفتم از جمله شعرا و فضلا آنهایی که از شاهنامه کم و بیش چیزی خواندند و من می شناسمشان آن را تقدیر می کنند. شاهنشاهی جهان هم. گفتم. سخنش را قصداً به شیوه درباریان ادامه داد فردوسی. بنده را به لطف و کرم خسروانه سرفراز گردانیده یک داستان از شاهنامه خوانده و پسندیدند. بنده به سخنشناسی شاهنشاهی اعظم ذره شک نداشتم، ولی این فضیلتی همایونی را به مراتب بلندتر از آن دیدم که گمان کرده بودم. او چی گفت؟ گفتند که الحق چنین است. باز چی گفت و شنید شد؟ دیگر هیچ. وزیر باور نکرد. خب بگذار فردوسی حقیقت را پنهان کرده باشد، ولی او میوندی آن را هر طوری که باشد از اسفراینی به دست خواهد آورد. وزیر این فکر را در دلش متمکن ساخته فردوسی را جواب داد. شاعر به منزلگاهش برگشته پرسو پاسخی با وزیر شده را به ماهک نقل کرده بود که ماهک یک باره بی‌ضابطه گردید. اکنون خواجه بزرگ حتما اسفراینی را استنطاق خواهد کرد. اگر آنچه اسفراینی خواهد گفت خلاف گفته شما برآید، مباد که وزیر شما را هم مسئول بکند. اکنون خواجه بزرگ حتما اسفراینی را استنطاق خواهد کرد. اگر آنچه اسفراینی خواهد گفت خلاف گفته شما برآید، مباد که وزیر شما را هم مسئول بکند. فردوسی در خواطر افتاد و این طرفی کار را فکر نکرده بود. پس چی باید کرد؟ پرسید او. اسفراینی را آگاه باید کرد. چگونه؟ از چی؟ ماهک به خیالی رفت و گفت زندان در پای قلعه است. هر کی خواهد برای ثواب به زندانی ها خیر و صدقه می کند و این ممنوع نیست. خدمتگاری من چیزی از خوراک و پوشاک برده به دست زندانبان می دهد و می گوید که به فلان مردی زندانی برسان. شما یک رقعه برای اسفراینی بنویسید، ما آن را با صدقه به وی داده می فرستانیم. قلم و کاغذ بگیرید، من می گویم شما می نویسید. فردوسی دوات را پیش کشیده به نوشتن حاضر گردید. بنویسید. ماهک یک لحظه فکر کرده املا نمود. شاعر اقرار کرده که دیدار واقع شده بود. گفتگو فقط درباره شاهنامه بود و سلام. ماهک یکی از خدمتگاران کلانسالش را جیغ زده از دسترخوان 2 نان و پاره نبات گرفته در رومال پیچاند و به دست خدمتگار داده فرمود خیریه به زندانی ها، جامعت را برزده 2 پایت را در بغل بگیر و بدو به زندان. بده و بگو که خیریه به اسفراینی است. از همیانش 10 درم برآورده به او داد. این پول را هم با این رقعه به آن قلتبان بده و بگو که پول برای اوست و خط برای اسفراینی. رقعه را به درون نان اندازیم چی؟ تکلیف کرد فردوسی. با احتمال کلی نان به دست اسفراینی نمی رسد، گفت ماهک. طعمه حرامی زندانبان ها می شود. خدمتگار روان شده بعد از خفتن برگشت. سپارش را به جا آورده است. پگاهی روزی دیگر میوندی شخصاً با مشایعت حاجب، منشی و 2 ملازمش آمده اسفراینی را به میرشبخانه که در نزدیکی زندان بود آوراند. وزیر سابق با گناه این که
یک قسم کلان مالش را در خانه‌های آشنایانش از مصادره پنهان کرده بوده است و آن مالها یافت شده بودند، 4 روز پیش به زندان انداخته شده بود. هنوز رنگ رویش را چندان نباخته و سر و تنش هم نسبتاً تازه بود. میوندی حاجب و ملازمانش را در بیرون گذاشته در حجره مرشد فقط با منشی ماند. اسفراینی را در نزد او حاضر کردند. منشی در کنجک نشسته از درج، کتیچه‌اش، دوات و قلم و از آستینش کاغذ برآورده به نوشتن برات القول پروتکلی استنطاق آماده گردید. میوندی چشم از پیش پای خود نکنده به بندی امر کرد: بنشینی. اول شما. بردمانه و با لبخند گفت اسفراینی. من به پای می ایستم. با جدیت گفت وزیر. بندی نشسته و خواجه بزرگ به پای استهزای پنهانی کرد اسفراینی و راست ایستادن گرفت. شاعر فردوسی با شما دیدار کرده بود؟ سؤالی یکم داده شد به او. آری، به منزل من آمده بود. دیدار کردیم. در چه باره گفتگو کردی؟ درباره شاهنامه. باز درباره چگونگی سفری شاعر از طوس تا غزنی. باز تمام و سلام. او نزد من نیم ساعت بیش ننشست. به ما معلوم شد که شما از سلطان غیبت کرده اید. ای عجب، از کجا معلوم شد؟ از کی؟ مصاحبه ما با فردوسی تنها به تنها بود، شخصی سومی نبود. اگر گویید که شیطان حاضر بوده است، پس شیطان کو خبرکشی نمی کند. ژاژ نگویید، راست بگویید. پنهان کردن سود ندارد. راستی سخن همین است که گفتم. اگر آنچه شما می خواهید بگویم دروغ آن می شود و آن دروغ البته برای شما سود خواهد داشت. میوندی باور داشت که وزیر سابق به دوستی شاعرش البته از سلطان و از خودی میوندی بدگویی کرده است. شخصی عالی مقامی چون او به غضب سلطان گرفتار شده از سلطان شکایت نکرده نمی تواند و همچنین از من هم، زیرا در مقهور و محبوس شدن او دست داشتنی مرا می داند. می گفت او در دلش. رقیب او بی شکنجه به گناهش اقرار نخواهد کرد. وزیر به او نگاه می کرد و حیران می شد. با وجود گرفتاری و خوف جزای و عقوبت در چشم و روی اسفراینی نشانی بیم و هراسی دیده نمی شود و باز گفتارش هم دغدغه آمیز است. خوب، شکنجه زبان شما را حق گوی خواهد کرد. این را گفته میوندی برگشت و سوی در قدم زد. قرار خواجه بزرگ. با این خطاب اسفراینی وزیر را در دمی در باز داشت و منشی رو آورده خواهش کرد: ما را یک دم تنها گذارید. منشی به وزیر نگاه کرد. وزیر هم اشاره کرد که براید. منشی از حجره بیرون شد. شما شکنجه گفتید؟ سوال داد اسفراینی به میوندی. در این صورت واقعه خراج بلخ فوراً به سلطان عرض کرده خواهد شد. میوندی یک تکان خورد و سر بالا کرده به گوینده چشم دوخت. خراج بلخ یعنی چی؟ شما این را نقص می دانید. چی را می دانم؟ صریح تر بگویید. در آن باره صاحب برید بلخ عریضه فرستاده بود. من عریضه او را به سلطان معلوم نکرده بودم، زیرا شریک خیانت حاکمی بلخ از اقربای من است. اما اکنون اسفراینی جمله را تمام نکرده اسرارآمیز سکوت کرد. میوندی شخ شد، رنگش کند. شما معما می گویید مگر؟ کدام عریضه؟ درباره چی؟ خود را بنادانی زد میوندی. خواننده را دیر انتظار نکرده معما را می کشاییم. میوندی پیش از وزیر شدن صاحب دیوانی رسالت بود.
پیرار سال به وطنش بلخ رفته با حاکم آن ولایت زبان یک کرده، دویشان بیشتر از نصف خراج سالانه ولایت را از حکومت مرکزی پنهان و به فایده خودشان تقسیم کرده گرفته بودند. صاحب برید بلخ از این خیانت آنها آگاه شده به وزیر اسفراینی عریضه فرستاده بود، اما اسفراینی با اندیشه این که در این کار برادری زنش حاکمی بلخ هم به جوابگری کشیده خواهد شد، آن عریضه را از سلطان پنهان داشته بود. حجت در دست آدمی معتمدی من است. اگر شما به من باز بیش از آن که کردید بدی کنید، آدمی من آن حجت را فوراً به سلطان می رساند. تکراراً آگاهی داد اسفراینی به وزیر. مکر، حیله، باور نمی کنم، دست افشاند وزیر. شما با این دروغ می خواهید گریبان خود را از چنگ من برهانید. خیالی خام، تا عریضه صاحب برید را به من نشان ندهید باور نمی کنم. اگر دیدن آن عریضه به شما نصیب شده باشد، آن را فقط در دست سلطان خواهید دید. آنگاه لاجرم باور خواهید کرد، ولی چی سود؟ دیر می شود. می دانم شما برآمده در حال به جستجوی آدمی معتمدی من و آن حجت می افتید، ولی در نتیجه باد در دست خواهید ماند. شما او را نمی یابید. او نه در این شهر است. فرض کردیم حجت در واقع وجود دارد و به سلطان هم عرض داشت کرده شد. شما مگر فراموش کردید که من نه فقط وزیری سلطانم، بلکه برادری رضایی وی نیز هستم. او برادری رضاییش را اگر عقوبت هم کند، عقوبتی سخت نمی کند، اما خویشاوندی شما دادر عروستان حاکمی بلخ سرش به دار خواهد رفت. بگذار برود، مادام که به ولی نعمتش خیانت کرده است مستحق جزاست، ولی جزای شما هم کمتر از ترک وزارت، محبوسی زندان و مصادره مال و ملک نخواهد بود. من سالیانی دراز وزیر و مقربی درگاه بوده سلطان را خوب شناختم. شما هم البته شناخته اید و میدانید. میوندی نوگی ریشش را گرفته یک نفس این سو آن سو گشت و نهایت با اسفراینی چشم به چشم شده چنین تکلیف کرد: اگر آن حجت در حقیقت وجود داشته باشد، شما آن را به من بدهید، من شما را از زندان آزاد می کنانم و آسوده می گذارم. اسفراینی باری اول خندید. شما اول تهمت را از من بردارید و از سلطان فرمان آزادی مرا بگیرید، من به هر چی خواهید سوگند می خورم که آنگاه آن حجت را آورده در پیش چشمتان می درانم، می سوزانم. میوندی فکر کنان با قدم‌های آهسته از حجره به در رفت. روزی دیگر در پایان سلام پگاهانی اهل دربار، سلطان وزیر را به خلوت طلبیده از تحقیق کاری اسفراینی و فردوسی پرسان شد. میوندی به او چنین جواب داد: از هر دو جدا جدا بازپرس به عمل آمد. سخنی هر دو به یک مرام بود. اسفراینی به کلامی شریف سوگند خورد که فردوسی در صحبت او نیم ساعت بیش ننشسته و مصاحبتشان اغلب از شاهنامه بوده است. بعد از سوگند او را شکنجه کردن روا دیده نشد. سپس وزیری با تدبیر گفتگویی با اسفراینی واقع نشده را بافته چنین شرح کرد: همچنین درباره سیم و زر و مال که اسفراینی پنهان کرده بوده است، او را باری دیگر باز پرس کردم. میگوید سلطان قصدی رای داشت، میخواست بدان جانب لشکر کشد. من چون میدانستم که در آن ولایتی کم بضاعت مال کذایی به دست نخواهد آمد، نیت داشتم از احتیاط پول و مال خود را برم تا مبادا اگر برای علوفه لشکر و یا تعمیری خرابی های از جنگ پیدا شده به زر و سیم زیاد احتیاج افتد،
آن پول و مال را به نیکنامی سلطان خرج کنم. چنانچه پیش از این هم 2 نوبت در وقت لشکرکشی های سلطان چنین کرده بودم. با آبی دیده سخن می گفت و گفتارش چنان صمیمانه بود که من باور کردم. ولی سلطان باور نکرد. مکار است، دروغ می گوید، گفت او و افزود: بیشک باز سیم و زر و مالی پنهان کرده دارد. بگو به خزینه باز 100,000 دینار بدهد. عاقبت کار اسفراینی بدان انجامید که وی این 100,000 دینار را دادن نتوانست. او را در شکنجه انداختند، از قین و عذاب در زندان مرد. این فاجعه بعد از غزنی رفتن فردوسی روی داد. ناگفته نماند که راهی وزیران سلطان چون قاییده از دری وزارت سوی دری زندان بوده است. حسن میوندی هم با اینکه به قول مؤرخان مردی فاضل و صاحب تدبیر بوده و حقوق بیت المال درآمدهای دولت را به شدت حمایه می کرده است، از این قسمت بی نصیب نماند. منتها رقیبان و حسودانش رأی و اعتماد سلطان را از وی گردانیدند. وزیر مورد خشم سلطان قرار یافته با فرمان او همه دارایی بی حسابش مصادره و خودش به زندان انداخته شد. 5 سال محبوس یا خانه زندان می بود تا آنکه محمود مرد و بجایش پسرش مسعود نشست و این سلطان نو او را باز در وزارت برقرار کرد. شما گفتار 28 را از روی رمن استاد ساتیم اولوغزاده فردوسی در قرائت عبدالرشید خوجمقلوف شنیدید. کارگردان شیرعلی نصری. انجام گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.